از بچگی همیشه یه حس خاصی به عمم کتایون یا همونطور که همه صداش میزدن کتی داشتم. اون تنها کسی بود که توی فامیل با هم صمیمی بود. با هم شوخی میکرد، منو میخندون و یه جورایی همیشه هوامو داشت. با اینکه اختلاف سنیمون زیاد نبود ولی خب بالاخره عمم بود دیگه. یه خط قرمز نانوشته بینمون بود. کتی 28 سالش بود. یه زن خوش چهره با موهای قهوه‌ای و چشمای سبز خاص. همیشه بوی عطرش تو ذهنم میموند. اون بویی که وقتی بغلش میکردم تا چند دقیقه بعدم حس میکردم هنوز دورمه. من اون موقع 22 سالم بود و تازه از دانشگاه فارغ تحصیل شده بودم. نه کاری داشتم، نه دوست دختری، نه انگیزه‌ای. یه جور افسردگی عجیب گرفته بودم. مامان همیشه میگفت سروش تو چرا انقدر بیحالی؟ با یه دختر آشنا شو دنیا عوض میشه. اما من اهل ارتباط نبودم. از شکست عشقی میترسیدم. ولی کتی فرق داشت. همیشه با هم راحت حرف میزد. انگار منو میفهمید. یه شب که با هم توی حیاط نشسته بودیم سیگار رو روشن کرد و گفت سروش من نگرانتم. تو نباید اینجوری تنها بمونی. بذار من برات یکی رو پیدا کنم. خندیدم و گفتم تو پیدا کن. من قول میدم عاشقش بشم. اونم با شیطنت گفت باشه. فقط قول بده بعدش پشیمون نشی. چند روز بعد زنگ زد و گفت یه دختر میشناسم فوق‌العاده است. اسمش پرنیاست. منم اثر بی‌حوصلگی گفتم باشه. قرار گذاشت که با هم بریم کافی شاپ ببینمش. اما اون روز وقتی کتایون با اون مانتوی مشکی و موهای بازش دنبالم اومد یه حس عجیبی ته دلمو لرزوند. دیگه نه پرنیا برام مهم بود نه قرار کافی شاپ. فقط اون بود که همه فکرمو گرفته بود. اون روز وقتی کتایون از ماشین پیاده شد یه لحظه نفسم بند اومد. اصلا نمیدونم چرا. شاید چون اولین بار بود با دقت نگاش میکردم. موهاش روی شونه‌هاش ریخته بود. یه روژ کمرنگ زده بود. ولی همون کافی بود تا چشم ازش بر ندارم. با یه لبخند خاص گفت چی شده؟ چرا به هم زل زدی؟ مگه آستینم چسبیده به موهام؟ و بعد خندید. منم زود خودم رو جمع جور کردم و گفتم نه فقط خسته به نظر میرسی همین. خندید و گفت تو همیشه بلد بودی زای دروغ بگی؟ سوار شدیم و راه افتادیم. ماشینش همیشه بوی عطر تلخشو میداد. یه عطری که هیچ وقت اسمشو نفهمیدم. ولی هنوزم وقتی یه عطری شبیه اونو حس میکنم قلبم یه لحظه وای میسه. اون موقع هنوز نمیدونستم اون حس قرار منو تا مرز نابودی ببره. وقتی رسیدیم کافی شاپ پرنیا اونجا نشسته بود، دختری با موهای بلوند و یه لبخند تصنعی. از همون اول معلوم بود دنبال شعافه نه ارتباط. ولی من حواسم به اون نبود. همش به کتایون نگاه میکردم که با لبخند روبرو نشسته بود و با من شوخی میکرد. پرنیا از شغل و علایقش میگفت ولی من صدای کتایون رو تو ذهنم میشنیدم. یه لحظه نگاهمون رو هم قفل شد. یه نگاه کوتاه ولی پر از حرف. اونم فهمید. زود نگاهشو دزدید و با پرنیا گرم گرفت. اما من نابود شدم. وقتی از کافی شاپ بیرون اومدیم پرنیا رفت سمت تاکسی و خدافظی کرد. من موندم و کتایون. هوا رو به غروب بود. نسیم ملایمی میوزید و بوی عطرش توی هوا پخش میشد. گفت خب نظرت چیه؟ به نظرم پرنیا خوب بود، نه؟ گفتم نمیدونم، حس خاصی بهش نداشتم. یه نگاهی کرد و لبخند زد. تو هیچ وقت حس خاصی به کسی نداری سروش. باید یکم همه چی آسون بگیری. خواستم یه چیزی بگم ولی نتونستم. همش تو ذهنم داشتم صداش رو مرور میکردم. اون لحن آرومش، اون خنده هاش. وقتی رسیدیم خونش گفت بیا بالا یه چایی بخوریم، خسته ای؟ اولش دو دل بودم ولی رفتم. خونش همیشه تمیز و خوشبو بود. یه عالم شمع داشت. نور زردشون فضا رو گرم کرده بود. شوهرش علی سر کار بود. یعنی ما تنها بودیم. کتایون رفت چایی بیاره. منم رو مبل نشستم. چشمم به یه قاب عکس روی میز افتاد. یه عکس از خودش با شوهرش. یه لحظه دلم گرفت.
نمیدونم چرا ولی حس کردم دلم نمیخواد هیچ مرد دیگه ای حتی تو خاطراتش باشه. برگشت، سینی روی میز گذاشت و کنارم نشست. اونقدر نزدیک بود که گرمای بدنشو حس میکردم. یکم از موهاش جلوی صورتش افتاده بود. ناخودآگاه دستم جلو رفت تا اون دست مو رو کنار بزنم. ولی وسط راه خودمو جمع کردم. تو چشمام نگام کرد و گفت میدونی تو خیلی تغییر کردی. مرد شدی. با خنده گفتم خب بالاخره گذر زمان دیگه. ولی هنوز پیش تو یه بچم. نه؟ آروم گفت نه. دیگه نه. اون لحظه سکوت سنگین بینمون حاکم شد. همون سکوتی که همه چی رو خراب میکنه. من حس میکردم باید چیزی بگم، یه شوخی کنم، یه حرف بزنم تا فضا طبیعی بشه. اما نکردم. فقط نگاش کردم و اونم نگام کرد. اون شب وقتی از خونش بیرون اومدم تا خونه خودمون 1000 بار صحنه اون نگاه رو تو ذهنم مرور میکردم. یه نگاه جذاب که شروع همه چی شد. از وقتی که فهمید مدام نگاش میکنم رفتارش یه جور دیگه شد. اولش فکر کردم دارم اشتباه میکنم ولی نه. یه چیزی تو نگاهش بود که قبل تر نبود. دیگه اون نگاه یه عمه به خواهرزادش نبود. یه برق خاصی توی چشماش بود که منو از خودم بی خود میکرد. از اون به بعد هر بار خونش میرفتم یه جوری نگاه میکرد که دلم میلرزید. یه بار وسط حرف زدن یهو سکوت کرد، نگام کرد و گفت میدونی سروش، یه وقتایی یه نگاه بیشتر از 1000 تا حرف معنی داره. منم فقط لبخند زدم چون نمیدونستم باید چی بگم. قلبم تون میزد. عرق کرده بودم، انگار یه خلاف بزرگ کرده بودم. یه روز ظهر زنگ زد گفت سروش اگه بیکاری یه سر بیا خونمون، میخوام یه چیزی ازت بپرسم. منم بیدرنگ قبول کردم، اما وقتی رسیدم در رو باز کرد تازه فهمیدم علی شوهرش خونه نیست. گفت رفته مسافرت کاری، 3 روز نیست. خونه ساکت بود، یه سکوت سنگین و عجیب. نور خورشید از لای پرده های کرم رنگ میتابید و روی موهای کتایون افتاده بود. موهاش باز بود، لباس راحتی تنش بود و من همون لحظه فهمیدم که نباید اونجا باشم، اما انگار پاهام نمیخواستن از جا تکون بخورن. گفت چرا اینجوری اونجا وایسادی؟ بیا بشین، قهوه درست کردم. نشستم ولی تمرکز نداشتم. قهوه رو جلوم گذاشت، خودش رو به روم نشست. چند لحظه فقط سکوت بود. فقط صدای تیک تاک ساعت می اومد. گفتم علی کی برمیگرده؟ لبخند تلخی زد و گفت چند روز دیگه. چطور؟ نگرانم شدی؟ گفتم نه، فقط نمیدونم، حس عجیبی دارم. همون موقع سمت مبل کناری من اومد و نزدیکتر نشست. اونقدر نزدیک که حس میکردم نفسش به صورتم میخوره. یه لحظه به هم زل زد، یه نگاه طولانی، سنگین، پر از حسهای قاطی شده. گفت تو هم حسش میکنی آره؟ من چیزی نگفتم، فقط نگاش کردم. اون لحظه هیچ صدایی تو ذهنم نبود. فقط ضربان قلبم بود که تو گوشم میکوبید. انگار زمان از حرکت وایساده بود. فقط من بودم و اون. و یه احساسی که نمیتونستم توضیحش بدم نه انکارش کنم. دلم میخواست فرار کنم ولی نمیتونستم. میدونستم دارم وارد یه مسیر اشتباه میشم، ولی هرچی بیشتر سعی میکردم عقب بکشم بیشتر غرقش میشدم. اون روز اتفاقی که نباید بیفته افتاد. نه با تصمیم، نه با برنامه. یه لحظه بود. یه لغزش. یه خط باریک بین دوست داشتن و نابود شدن که ازش رد شدیم. وقتی به خودم اومدم همه چی تموم شده بود. فضا پر از سکوت شده بود، یه سکوت سنگین تر از مرگ. کتایون نگام نمی‌کرد، فقط زمزمه وار گفت هیچ کس نباید بفهمه سروش، هیچ کس. از اون روز به بعد دیگه هیچی مثل قبل نشد. من دیگه همون سروش ساده و بیخیال نبودم. هر بار که می‌دیدمش یه چیزی بینمون بود که با هیچ نگاهی، با هیچ حرفی نمی‌شد انکارش کرد. یه راز، یه گناه، یه عشق. از اون به بعد دیگه نمیتونستم مثل قبل باشم. هر موقع دلم براش تنگ میشد یا زنگ میزدم یا یه جوری خودم رو به خونش میرسوندم. اولش سعی میکرد ازم دوری کنه، میگفت اشتباه کردیم، نباید ادامه بدیم. ولی هر بار که صداشو میشنیدم، همون صدا که 1000 بار آرامش داده بود، همه منطقم رو از بین میبرد. حسم تبدیل به یه جور وابستگی شده بود. دیگه فقط یه احساس ساده نبود، یه چیزی عمیق‌تر از اون بود. شاید چون تنها کسی بود که واقعا منو میفهمید.
میدونست چی تو دلم میگذره. بدون اینکه حرف بزنم یه نگاهش کافی بود تا بفهمه حالم چطوره. بعضی وقتا به بهونه دیدن عکسای بچگی میرفتم خونش. کنارش مینشستم، اونم مثل همیشه برام چایی میریخت، ولی بینمون یه فاصله پر از حرفای نگفته بود. یه بار که رفتم گفت تو با این رفت و آمدا داری همه چی رو خراب میکنی سروش. اگه کسی بفهمه چی؟ گفتم من فقط دلم برات تنگ شده بود. همین. نمیخواستم اذیتت کنم. لبخند محوی زد و گفت تو نمیخوای اذیت کنی ولی خودت داری میسوزی. میخوای منو هم با خودت بسوزونی؟ یه سکوت کوتاه بینمون حکم فرما شد. من نگاش میکردم. اونم سرشو پایین انداخته بود. احساس گناه مثل یه سایه روی هر دوتامون افتاده بود. اما بازم نمیتونستیم از هم دل بکنیم. یه بار وسط هفته وقتی اهل خونه نبود بهش زنگ زدم. صداش گرفته بود. گفت نیا اینجا سروش. نیا. من میترسم. ولی من رفتم. نمیتونستم نرم. اون روز فقط بدون حرف کنار هم نشستیم. یه ساعت فقط سکوت بود. یه جور سکوتی که پر از 1000 تا حرف نگفته بود. من نگاش میکردم. اونم گاهی با ترس و دلتنگی نگاه میکرد. یه جور کشمکشی بین دل و عقلم بود. دلم میخواست همیشه کنارش باشم ولی عقلم میگفت دارم یه زندگی رو ویرون میکنم. هم زندگی اون هم خودم. با اینکه سعی میکردم از هم فاصله بگیریم اما نمیشد. اگه یه روز صداشو نمیشنیدم بیقرار میشدم. میرفتم تو خیابونای اطراف خونش قدم میزدم. فقط برای اینکه شاید یه لحظه از دور ببینمش. خودم میدونستم دارم توی مسیر خطرناک پیش میرم ولی اون حس، اون دلتنگی قوی تر از هر منطقی بود. یه شب خودش زنگ زد گفت باید تمومش کنیم. من طاقت این پنهون کاریو ندارم. هر شب با عذاب وجدان میخوابم. منم فقط گفتم میفهمم ولی نمیتونم از دستت بدم. صداش لرزید. گفت منم نمیتونم ولی باید. و همون لحظه فهمیدم هر دوتامون اسیر شدیم. نه اون مقصر بود نه من. فقط یه احساس ممنوعه بود از یه نگاه شروع شد و حالا تمام زندگیمون شده بود. مطمئن بودم که کتایون از من خوشش میاد، فقط بلد نبود احساسشو بروز بده. یه زن باوقار بود، از اونایی که همیشه سعی میکنن خودشونو کنترل کنن، حتی وقتی تو دلشون قوقاست. اما من از نگاهش میفهمیدم. از اون مکثای کوتاه وقتی چشم تو چشم میشدیم. از اون لبخند نیمه کاره‌ای که هیچ وقت کامل نمیشد. هر بار میدیدمش دلم میلرزید. میگفتم این زن حقش این زندگی نیست. حقش یه آدمیه که بفهمدش. علی مرد بدی نبود ولی بی احساس تموم عیار بود. سرد و بی حرف بود. انگار یه دیوار بود تو خونه بود. کتایون یه زن پر از حس و شور بود و اون فقط یه سایه بیروح بود. یه بار خودش گفت سروش تو نمیفهمی. من سالها با مردی زندگی کردم که فقط اسمش شوهر بود. نه حواسش به حرفام بود نه حال دلم. انگار من براش نامرئی بودم. اون لحظه دلم گرفت. احساس کردم من تنها کسیم که واقعا میفهمه چی میگه. بهش گفتم تو انقدر قشنگی. اونقدر با احساسی که هر کسی باید با دیدنت از خودش شرم کنه اگه قدر تو رو ندونه. با خنده‌ای ذوق زده گفت سروش نگو این حرفا رو. و سرشو پایین انداخت و گفت عشقت داره منو ضعیف میکنه. ولی حقیقت این بود که هر دومون ضعیف شده بودیم. یه حسی بینمون بود که هرچی بیشتر سعی میکردیم نادیدش بگیریم بیشتر خودشو نشون میداد. یه بار وسط حرف زدن گفت میدونی سروش من از خونه فرار نمیکنم ولی دلم یه جایی میخواد که توش آرامش باشه. تو وقتی کنارمی اون حس رو بهم میدی. تا شب فقط همونو تو ذهنم مرور میکردم. هی با خودم میگفتم یعنی واقعا من واسش اون حسو دارم؟ یعنی اونم مثل من بیقرار میشه؟ از اون روز به بعد مطمئن شدم اونم منو دوست داشت. فقط خودشو کنترل میکرد. شاید به خاطر وجدانش، شاید ترس از حرف مردم، یا شاید چون هنوز ته دلش نسبت به علی یه حس وظیفه داشت. ولی من دیگه هیچ مرزی نمیدیدم. نه اخلاق، نه گناه، نه آینده. فقط اون برام مهم بود. وقتی کنارش بودم حس میکردم دنیا آرومه.
یه سکوت خاص بینمون بود، از اون سکوتایی که نه خسته کننده است نه سنگین. یه سکوت پر از معنی. یه جور آرامش که هیچ کس جز اون نتونست بهم بده. ولی حسی بهم میگفت این آرامش دوام نداره، مثل یه رویای قشنگ وسط کابوسه. یه صدایی درونم مدام میگفت یه روز یه جایی تاوانشو میدی. اون موقع هنوز نمیفهمیدم یعنی چی، فقط میدونستم حاضرم هر ریسکی کنم. فقط برای اینکه حتی یه لحظه دیگه هم بتونم ببینمش. حتی اگه کل دنیا برام تموم بشه. بعد از اون روزای پرتنش و سکوتای طولانی کم کم وضعیت بین من و کتایون جدی شد. یه جوری بهم وابسته شده بود که خودش هم نمیتونست انکارش کنه. یه روز بهم گفت دیگه نمیتونم علیا تحمل کنم. هر روز با من دعوا داره. حتی برای یه چیز کوچیک. من فقط گوش میدادم، میدونستم دلش گرفته. میفهمیدم که چی تو ذهنش. اون زن بی‌نهایت قشنگ و باهوش و همیشه خونسرد حالا داشت از شدت عصبانیت و دلگیریش داد میزد. یه مدت، یعنی چند هفته، همه چی با بحث و دعوا پر شد. هر روز پیام و تماس و بحث و اختلاف. کتایون گاهی گریه میکرد، گاهی هم عصبی میشد، ازم میخواست دلداریش بدم. منم هر بار که پیشش میرفتم دلواپس بودم. ولی یه حس عجیب تو دلم بود که میگفت این کار درستیه. تا اینکه یه روز گفت من دیگه نمیخوام کنار علی زندگی کنم، باید طلاق بگیرم. اول شوکه شدم، ولی همونجا یه جرقه امید تو دلم روشن شد. میدونستم این کارش یعنی همه چیز داره برای ما شروع میشه. ولی نمیدونستم تا چه حد همه چی بهمون فشار میاره. یه هفته بعد خبر رسید که طلاق گرفته. ولی داستان تموم نشد. چون همه فامیل مثل زنبور جمع شدن و شروع کردن حرف زدن. کتی چرا طلاق گرفت؟ شوهرش که آدم حسابی بود. نکنه گناه کرده و کس دیگه ای رو به شوهرش ترجیح داده. یه جورایی انگار دنیا واسمون تنگ شده بود. تو مهمونی‌ها و دید و بازدیدا نگاه‌ها و زمزمه‌ها همیشه بود. همه دنبال یه سرنخ بودن. همه حرف می‌زدن. کتایون خودش هم اذیت می‌شد، ولی دیگه تحمل علی و خونه سردش براش غیر ممکن بود. من خودم با تمام وجود می‌خواستم کنارش باشم. ولی گاهی حس می‌کردم داریم توی مسیر خطرناک حرکت می‌کنیم. همه جا حرف بود، نگاه بود، قضاوت بود. ولی وقتی کتایون رو می‌دیدم همه اینها از ذهنم پاک می‌شد. فقط اون بود و من و یه حسی که هیچ وقت نمی‌خواستیم رهاش کنیم. با اینکه همه حرف می‌زدن و شایعه‌ها پیچیده شده بود، کتایون یه روز بهم گفت دیگه کاری به حرف مردم نداشته باش. ما کنار همیم. هرچی هم که بشه. اون لحظه آرامش عجیب بهم دست داد. مثل این بود که همه دنیا کنارمون وایساده باشن. ولی حقیقت این بود که ما هنوز وسط طوفان بودیم. فقط حالا با دستای همدیگه سعی می‌کردیم خودمون رو نگه داریم. و من می‌دونستم هر قدمی که جلو می‌رفتیم، هر نگاه و هر لحظه‌ای که کنار هم بودیم، همه چی رو از کش و مکش و خطر بود. همون روزا بود که تصمیم گرفتیم یه راهی پیدا کنیم تا بتونیم کنار کتایون باشم. بدون اینکه کسی بفهمه. صیغش کردم. این کارو کردم که حس کنم الان دیگه هیچ مانعی جلوی ما نیست. بعد از اون هر شب یه بهونه این که خونه دوستام یا توی خوابگاه بمونم، از خونه بیرون میرفتم. در واقع یه مسیر مخفی بود تا پیش کتایون برم و باهاش وقت بگذرونم. یه حس عجیبی بود. انگار دارم کار خطرناکی انجام میدم، ولی همزمان خوشحال و سرشار از هیجان بودم. وقتی میرسیدم خونه‌اش، اون همیشه منتظر بود. یه لبخند که دل آدمو آب میکرد و یه نگاه که همه چیزو بدون حرف زدن میگفت. و من هر بار که وارد خونش میشدم انقدر حس امنیت میکردم، جایی که بدونم قضاوت نمیشم و فقط کسی کنارمه که همه دنیام شده. ما ساعتا می نشستیم و حرف می زدیم از گذشته، از زندگی، از اشتباهها، از آرزوها. هر حرف، هر نگاه، هر خنده یه گره تو دل من باز می کرد. و با اینکه می دونستم از این زندگی پنهونی پر از خطره، ولی انگار هر لحظهش ارزششو داشت. ما وابسته هم شده بودیم. نه فقط به خاطر عشق یا کشش، بلکه به خاطر آرامشی که به همدیگه می دادیم. هر شب که پیش هم بودیم یه دنیای کوچیک خودمونو می ساختیم. دور از نگاه‌ها، دور از شایعات، فقط ما بودیم و یه زندگی پنهونی که هیچ کس نفهمیده بود. نزدیک 30 سالم بود و توی این سن فشار خانواده‌ام داشت روز به روز بیشتر می‌شد. هر روز یه جمله تکراری.
یه نصیحت، یه دلنگرانی. سروش، دیگه وقتش ازدواج کنی، دیر شده. یه دختر خوب پیدا کن تا زندگی تو سر و سامون بگیره. منم لبخند میزدم و سر تکون میدادم. ولی فقط خودم میدونستم هیچ کس نمیفهمه واقعیت چیه. هیچ کس نمیدونست من عاشق عمم شدم. نه دوستام، نه فامیل، نه خانوادم. و این راز یه وزنه سنگین روی دوشم بود. هر وقت مامان یا بابام از ازدواج و دخترای مناسب حرف میزدن، یه حس عذاب وجدان عجیب و در عین حال هیجان انگیز بهم دست میداد. گاهی خودم هم از خودم میپرسیدم چرا انقدر خودتو گیر انداختی؟ چرا نمیتونی معمولی باشی؟ ولی جوابش همیشه یه حس روشن بود، چون هیچ کس دیگه مثل کتی نیست. کتایون با همون نگاه و لبخند و صدای آرومش همه چیزو تغییر داده بود. هر بار که حرف از ازدواج با زندگی عادی وسط می اومد، یه حس خفگی تو وجودم میپیچید. انگار که یه در داره به روی زندگیم بسته میشه. یه روز وسط مهمونی خانوادگی، عموم با یه دختر که آشنا به نظر می اومد پیشم اومد. همه با هیجان نگاه می‌کردن. مامان و بابام شوق داشتن که بالاخره پسرشون قراره تصمیم درستی بگیره، ولی من فقط لبخند زدم و گفتم سلام، خوشبختم. و همونجا بود که یه حس عجیب تو قلبم شکل گرفت. هرچی همین دختر شیرین و مؤدب باشه، هیچ کدومش به گرد پای کتایون نمیرسه. اون شب که به خونه برگشتم به کتایون زنگ زدم و گفتم کتی، امروز خانواده‌ام دوباره از ازدواج حرف زدن، ولی من نمیتونم. نمیخوام. صدای خودش که از اون طرف خط اومد پر از آرامش بود و با یک کمی لبخند گفت میدونم. منم همینو میخوام. نگران حرف مردم نباش. همون موقع بود که فهمیدم این عشق هر چند پنهونی بود، اما واقعی ترین چیزی بود که تا حالا تو زندگیم داشتم. اما همزمان سنگینی راز و فشار خانوادم یه خونه دیگه تو ذهنم ساخته بودم. یه خونه پر از سکوت، پر از دروغ، پر از هیجان و اضطراب. هر روز که میگذشت بیشتر میفهمیدم زندگی با کتی هم شیرین ترین حس دنیاست، هم خطرناکترین چیزی که تا حالا تجربه کردم. کتایون آرایشگاه داشت و حسابی به اونجا رفت و آمد داشت. همیشه میگفت کارش جدیه و مشتریاش مهمن. ولی من نمیتونستم یه حس ناخوشایند رو سرکوب کنم. چند بار که پیشش رفتم دیدم مردای زیادی اونجا رفت و آمد دارن. یه مردایی که با نگاه‌های مختلف، با حرفای مؤدبانه و گاهی خنده‌های بی‌مورد اطرافش بودن. کتایون با همه اونا صمیمی بود، همون صمیمیت که همیشه باعث میشد آدم حس کنه فاصله بینشون نیست. ولی من وقتی میدیدمشون حس بدی میگرفتم، یه حس تردید، یه حس حسادت که نمیدونستم چطور باش کنار بیام. یه بار که روی صندلی روبرویش نشسته بودم دیدم یه مشتری که تازه اومده شروع کرد باهاش حرف زدن. کتایون هم با همون آرامش و لبخند همیشگی جوابشو میداد. ولی من از ته دل یه حس غیر قابل توضیح داشتم. یه حس که میگفت مواظب باش، دارن تو زندگی دخالت میکنن. ولی نمیتونستم چیزی بگم. نمیخواستم اون لحظه اون فضای کاریشو خراب کنم. همه یه صبرم و کنترلمو جمع میکردم و فقط لبخند میزدم. ولی قلبم تند میزد و ذهنم پر از تصویرای بد بود. یه بار کتایون گفت سروش، چرا ناراحتی، چیزی شده؟ و من فقط گفتم نه چیزی نیست. ولی حقیقت این بود که حسادت مثل یه مار تو دلم میپیچید. هر بار که مردای جدید وارد میشدن و کتایون باهاشون خوشو بش میکرد، یه قسمتی از وجودم پر از ترس میشد. ترس از این که مبادا یه روز کسی تو زندگیش بیاد که بهتر از من باشه و من اون وقت کاری نتونم بکنم. ولی همزمان یه حس دیگه هم بود. حس این که این زن با تمام این دنیا و آدم‌ها هنوز یه گوشه از قلبش متعلق به منه. و همین فکر بود که باعث میشد دوباره نفس بکشم، دوباره لبخند بزنم، دوباره تحمل کنم. با اینکه میدونستم باید بهش اعتماد کنم، ولی یه حسادت خاموش تو وجودم بود که شاید یه روز به مشکل تبدیل میشد. و من هنوز نمیدونستم چطور باهاش روبرو بشم، چطور با تمام این احساسات متناقض زنده بمونم و همزمان کنارش باشم. یه مدتی گذشت و حس میکردم کتایون با هم سر شده. نه اینکه بدجنس باشه، نه. فقط یه چیزی تو رفتار و نگاهش تغییر کرده بود. دیگه اون لبخند همیشگی و نگاه پر از برق و انرژی قبلی رو نمیدیدم. هر بار پیشش میرفتم یه فاصله نامحسوس بینمون بود که نگرانم میکرد. یه روز وسط حرف زدن سکوت طولانی شد و فهمیدم چیزی تو دلشه که نمیگه. حس میکردم که شاید تمام این مدت فقط به خاطر تنهایی و اینکه تازه از زندگی مشترکش جدا شده به من نزدیک شده بود. با خودم فکر میکردم
شاید همه این وابستگی یا همه این ارتباط فقط یه نیاز لحظه‌ای بوده، نه عشق واقعی. و اون حقیقت تلخ رو هیچ وقت به زبون نمی آورد. فقط تو نگاهش بود که می دیدم یه چیزی مثل پشیمونی یا دلنگرانی از تصمیماش تو دلش جمع شده. هر بار که بهش زنگ می زدم یا پیشش می رفتم، یه فاصله بینمون بود. یه چیزی شبیه دیوار نازک، ولی سفت و محکم که منو ازش جدا می کرد. ولی با اینکه همه اینها تو ذهنم بود، نمیتونستم خودم ازش دور کنم. هنوزم وقتی صدای خودش یا خنده جذابشو میشیدم، یه حس عجیبی میگرفتم که هیچ چیز دیگه ای تو دنیا برام مهم نبود. یه روز بی اختیار گفتم: کتی، تو چرا یه جوری رفتار میکنی؟ حس میکنم داری از من فاصله میگیری. به زمین نگاه کرد، دستاشو جمع کرد، یه نفس عمیق کشید، بعد با همون صدای آروم و پر از تردید گفت: سروش، من نمیدونم چی میخوام. همه چی تو ذهنم قاطی شده بعد از طلاق. من تنها بودم. تو تنها کسی بودی که کنارم بودی. و شاید من فقط به خاطر تنهاییام بهت نزدیک شدم. اون لحظه قلبم تندتر زد، یه حس سنگین وجودمو گرفت. حس کردم همه چیزایی که فکر میکردم واقعی بوده شاید فقط یه توهم بود. از اون روز هر بار پیش هم بودیم یه حس عذاب وجدان و تردید بینمون بود، ولی هیچ کدوممون نمیتونست خودشو دور کنه. چون حتی اگه همه چی مبهم بود، وابستگی، علاقه و خاطره ها اونقدر قوی بودن که رها کردنشون غیر ممکن بود. یا شاید من اینجوری فکر میکردم. 2 ماه بعد مهلت صیغمون داشت تموم میشد و هر روز که میگذشت کتایون از من دورتر میشد. نه فقط فیزیکی بلکه روحی هم فاصله بینمون زیاد شده بود. دیگه اون نگاه پر از برق و لبخندای پر از معنی سابقشو نمیدیدم. حرفاش کوتاه و سر شده بود، حتی وقتی پیشش میرفتم یه جور بی‌تفاوتی تو حرکاتش بود که منو نابود میکرد. یه روز جرأتمو جمع کردم و گفتم: فکر کنم بهتر از هم جدا شیم. با اینطوری ادامه دادن هم تو اذیت میشی هم من. دستاش لرزید، ولی بدون اینکه مخالفت کنه گفت: شاید حق با تو باشه. یه سکوت طولانی بینمون حکم فرما شد. سکوتی که پر از حرفای نگفته بود، پر از خاطرها، پر از حسرت. همون موقع بود که حس کردم همه این ارتباط پنهونی، هر چقدرم که شیرین و پر از احساس بود، یه مسیر بسته بود. ما کنار هم بودیم ولی هر دو میدونستیم که یه روز باید اینو تموم کنیم. همه عشق، وابستگی و خاطره ها یه روز تموم میشن و حالا وقتش رسیده بود. بعد از اون روز هر بار که کتایون رو میدیدم یه حس عجیبی بهم دست میداد، هم دلتنگی هم عذاب وجدان. میدیدمش و یاد اون روزای شیرین میافتادم. یاد خنده ها، نگاه ها، حرفای نصف و نیمه که فقط بین خودمون معنی داشتن. ولی همزمان میدونستم جدا شدنمون درست‌ترین تصمیم بود. چون حتی اگه عاشق هم بودیم، ادامه دادن اون زندگی پنهونی نه تنها به نفع کسی نبود، بلکه فقط ما رو به دردسر بیشتر میکشوند. اون روز آخرین دیدار ما بود. با هم خداحافظی کردیم، یه خداحافظی پر از معنی. بدون اینکه حرف زیادی زده باشیم، یه ارتباط پنهونی که با عشق و وابستگی شروع شده بود، با تصمیم و عقل تموم شد. و من با دلی پر از خاطره و یه حسرت بزرگ تنها برگشتم خونه. همون روزا که هنوز حسرت آخرین دیدار با کتایون تو دلم بود، خانواده یه دختر رو برام در نظر گرفتن که باش ازدواج کنم. اسمش مرضیه بود. و از همون لحظه‌ای که دیدمش یه حس آروم و مطیع بودن تو چشماش بود. یه آدمی که به قول خودشون خوب و قابل کنترل بود. نه مثل من که پر از شور و هیجان و حسای آشفته بودم. حتی ازم نپرسیدن که راضیم یا نه. یه جورایی انگار از قبل تصمیم گرفته بودن که این ازدواج باید انجام بشه و من باید قبول کنم. یه روز که اومدن خونه، مامان گفت: مرضیه دختر خوبیه، پخته و آرومه، حاضر باهات ازدواج کنه. تو هم باید تصمیم بگیری و بدون هیچ حرف اضافه‌ای قبول کنی. ولی من نمیتونستم. دل و ذهنم هنوز با کتایون بود. هنوز با اون همه خاطره، با اون همه وابستگی که هیچ وقت تموم نشده بود. هر بار اسم مرضیه به گوشم میخورد یه حس سنگینی وجودمو میگرفت، یه حس خفگی. حس این که انگار نمیتونم زندگیمو کنترل کنم. خودم هم میدونستم این ازدواج یه جور تعهدیه که نمیخوام واردش بشم. ولی خانواده ها خیلی وقتا نمیفهمیدن. نمیخوان درک کنن. فقط فشار میانن و منم مثل یه زندانی باید قوانینشون رو رعایت میکردم. حتی وقتی دلم با یه نفر دیگه بود. و هر بار که چشمم به مرضیه میافتاد یاد کتایون میافتادم. یاد نگاه‌ها، لبخندها، سکوتای معنادارش.
و یه حسرت بزرگ تو دلم می‌نشست، یه حسرتی که هیچ راه فراری نداشتم، اما مرضیه دختر خوبی به نظر می‌اومد. آروم، با حوصله، مهربون و بدون هیچ توقع اضافی. یه جور آدمی که کنار کسی مثل من شاید میتونست یه زندگی معمولی بسازه. وقتی باهاش حرف میزدم لبخند میزد و نگاهش پر از احترام بود. یه آرامشی داشت که آدمو به زندگی ترغیب میکرد حتی وقتی دلش پر از آشوب بود. فکر میکردم میتونم کنارش خوشبخت بشم. یه جورایی دلم میخواست یه مسیر جدید بسازم، یه زندگی ساده و بدون دردسر. یه زندگی که توش کسی نباشه که دلمو آشفته کنه. با خودم میگفتم شاید وقتشه دیگه گذشته رو رها کنم، شاید وقتشه یه زندگی جدید رو شروع کنم. ولی حقیقت این بود که هیچ وقت نمیدونستم چه آینده‌ای در انتظارمه. دل و ذهنم هنوز پر از خاطرات و وابستگی به کتایون بود. همون زنی که قلبمو به تبش مینداخت حتی وقتی کنارم نبود. هر بار که چشمم به مرضیه میافتاد یه بخشی از وجودم پر از امید میشد. ولی یه بخش دیگه همیشه خالی بود. خالی از اون عشق پنهونی، خالی از هیجان و حسرت. قبل از ازدواج مثل هر کسی که میخواد زندگی جدید رو شروع کنه رفتیم آزمایش خون بدیم که کارهای عقدمون رو انجام بدیم. همه چیز عادی بود. منم فکر میکردم همه چی رو به راهه. هیچ چیز عجیبی قرار نبود اتفاق بیفته، اما وقتی جوابای آزمایش اومد انگار دنیا روی سرم خراب شد. HIV مثبت بود. مثبت. یک کلمه ساده که زندگی منو به کل نابود کرد. مرضیه شوکه شده بود، انگار زیر پاش خالی شده بود. چشماش گرد شد، نفسش گرفت و هیچ حرفی نمیتونست بزنه. منم فقط وایساده بودم، نمیدونستم چی بگم. چی کار کنم، چجوری همه چیزو جمع جور کنم. یه حس سنگین روی شونه‌هام افتاده بود که هیچ چیزی نمیتونست سبکش کنه. یه شب رسوا شده بودم. همه فهمیده بودن که قبل از ازدواج با کسی ارتباط داشتم. و حالا این راز بزرگ که هیچ کس تا حالا نمیدونست روی میز بود جلوی همه. خودم هم نمیدونستم چی کار کنم. هر بار به مرضیه نگاه میکردم دلم میشکست چون میدیدم چقدر ناراحت و ترسیده. میدیدم که چطور رویای ساده زندگی مشترکمون یه شب به کابوس تبدیل شد. همه فامیل، خانواده ها، دوستا انگار یه موج شایعه و قضاوت همه جا پخش شده بود. هر جا می رفتم نگاه ها پر از تعجب بود. قضاوت و نگرانی بود. همون کسی که میخواست زندگی جدیدی شروع کنه حالا تبدیل شده بود به یه مرد رسوا. مردی که هیچ چیز دیگه‌ای جز حسرت و پشیمونی و حسرت براش باقی نمونده بود. مرضیه حتی به حرفم گوش نمیداد، فقط به من نگاه میکرد و گریه میکرد. میخواستم چیزی بگم، چیزی که شاید دلش آروم کنه، ولی میدونستم هیچ حرفی نمیتونه عمق این فاجعه رو کم کنه. اون روز یه روزی که قرار بود شروع زندگیمون باشه، بهترین و تلخترین روز زندگیم شد. و من با قلبی پر از حسرت و عذاب وجدان فهمیدم که هیچ راه فراری از گذشته و تصمیمام ندارم. اما تازه فهمیده بودم که کتایون چه ظلمی در حقم کرده، باهام کرده بود. چقدر بازی خورده بودم ولی دیگه دستم به هیچ جا بند نبود. هیچی از اون زندگی شیرین و هیجان انگیز قبلی برام نمونده بود. فقط یه دنیا حسرت و پشیمونی مونده بود که هر لحظه قلبمو میفشرد. خانواده وقتی قضیه رو فهمیدن حسابی عصبانی شدن، مدام بهم سرکوفت میزدن، با نگاه و حرفاشون فشار می آوردن. سروش، چیکار کردی؟ چرا انقدر بیفکری؟ همه چیزو خراب کردی. آبرومون رو بردی. هر کلمه‌شون مثل یه پتک رو سرم فرود می اومد. و من فقط وایسادم و سرم پایین مینداختم و نمیدونستم چی بگم، چی کار کنم. آبروم همه جا رفته بود. همه فامیل، دوستا، حتی همسایه‌ها همه فهمیده بودن که قبل ازدواج با کسی ارتباط داشتم. و حالا انگار همه چیز به نابودی کشیده شده بود. مرضیه هم دیگه نمیخواست با هم ازدواج کنه. چند بار سعی کردم توضیح بدم، سعی کردم یه راه حل پیدا کنم. ولی نگاهش پر از ترس و بی‌اعتمادی بود و دیگه قدمی جلو نمیذاشت. پا پس کشید بدون هیچ بحث و دعوا. انگار میخواست هرچی سریعتر از من فاصله بگیره. همه آرزو و همه برنامه‌ها و امیدایی که برای زندگی جدید ساخته بودم یه شب نابود شد. همه چی تموم شده بود. حتی شاید بخشیدن خودم هم سخت‌ترین کار دنیا بود. خانواده‌ام وقتی دیدن دیگه امیدی به من نیست، کاملا تردم کردن. مامانم حتی نگاهم نمی‌کرد، فقط یه بار گفت تو آبروی ما رو بردی. دیگه نمیخوام تو این خونه ببینمت. بابام که همیشه سختگیر بود، یه سیلی تو گوشم زد و گفت پاشو گم شو بیرون. تو دیگه پسر من نیستی. اون لحظه حس کردم واقعا همه چی تموم شد. دیگه نه خانواده‌ای داشتم، نه آبرو، نه حتی یه سقف بالای سرم. رفتم تو خیابون با یه کوله کوچیک و یه مش لباس که عجولانه جمع کرده بودم. هیچ جا رو نداشتم برم.
چند تا از دوستام که وقتی فهمیدن مریضم یهو ناپدید شدن، دیگه جواب زنگامم نمیدادن. انگار من یه موجود خطرناک بودم، همه ازم فرار میکردن. حتی اونایی که یه زمانی ادعا میکردن رفیقمن. چند شب اول توی پارک موندم، زمستون بود، هوا سرد بود، سرما تا مغزم میرفت. روی نیمکت مینشستم، پتو نداشتم، با کاپشن کهنم خودمو میپوشوندم و سعی میکردم بخوابم. ولی خواب مگه میشد؟ ذهنم پر از صدای کتایون بود، پر از تصویر خانوادم، پر از فریادهای بابام. با خودم میگفتم اون پسر درسخون و آروم شد، این یه بی خانمان تنها تو خیابون. اشکام راه خودشونو به صورتم پیدا کردن. یه شب بارون گرفت تا مغز استخونم خیس شدم. رفتم زیر سقف یه دکه تعطیل، خودمو جمع کرده بودم که فقط از سرما نمیرم. یه پیرمرد رد میشد، نگام کرد، دلش سوخت. یه لیوان چای داغ داد دستم و گفت پسر، این دنیا نامرده ولی تو تسلیم نشو. اون حرفش تا چند روز تو ذهنم موند، چون تنها چیزی بود که بعد از مدت‌ها از یه آدم شنیده بودم بدون قضاوت. پولی نداشتم، مجبور شدم هر کاری که شد بکنم تا زنده بمونم. یه مدت دست فروشی کردم، یه مدت تو کارواش کار میکردم، حتی یه بار رفتم سر ساختمون فقط برای اینکه بتونم یه لقمه نون بخورم. اما هر بار بعد از چند روز وقتی میفهمیدن مریضم بیرونم میکردن. اون شبایی که تو خیابون میمودم به آسمون نگاه میکردم و با خودم میگفتم کاش میتونستم برگردم عقب. کاش هیچ وقت به کتایون نزدیک نمیشدم. ولی گذشته رو نمیشه پاک کرد. من یه اشتباه کرده بودم که تا آخر عمرم تاوانشو باید میدادم. یه شب وقتی از شدت خستگی و بی‌پناهی کم آورده بودم، تصمیم گرفتم برم سراغ کتایون. نمیدونم چی تو ذهنم بود، انتقام، توزیع، شاید فقط میخواستم بدونم اونم مثل من زجر میکشه یا نه. سمت آرایشگاهش رفتم. همونجا که یه زمانی برام مثل بهشت بود، حالا شده بود جهنم یادآور گذشته. در مغازه بسته بود ولی خونه‌اش همون نزدیکی بود. دم در خونش رفتم، چند ثانیه فقط وایسادم و نفسامو حبس کردم. دستام میلرزید ولی زدم زنگو. چند دقیقه بعد خودش درو باز کرد. با دیدنم جا خورد. دیگه اون کتایون خوش چهره و شاد سابق نبود. چهرهش چکیده شده بود. چشماش گود افتاده بود. صداش گرفته بود. یه لحظه فقط تو صورتم زل زد و گفت سروش، تویی؟ دهنم خوش شده بود. گفتم آره منم. اومدم بفهمم چرا با هم این کارو کردی؟ هیچی نگو، فقط برگشت سمت داخل خونه و با صدای گرفته گفت بیا تو. خونش هم مثل خودش بی‌رمق و سرد بود. بوی دارو و الکل همه جا رو گرفته بود. روی مبل نشستم و با چشم دنبالش میگشتم. اومد روبروم نشست، یه روسری انداخته بود رو سرش ولی دستاش میلرزیدن. آروم گفت من نمیدونستم سروش، به خدا نمیدونستم مریضم. اگه میدونستم هیچ وقت بهت نزدیک نمیشدم. چند ثانیه فقط خیره بهش موندم. دلم میخواست باورش کنم ولی ذهنم نمیذاش. فریاد زدم نمیدونستی؟ یعنی چی نمیدونستی؟ من نابود شدم. من دیگه نمیتونم مثل آدمای معمولی زندگی کنم. آبرو، خانواده، آیندم، همه چی به خاطر تو از بین رفت. کتایون زد زیر گریه. یه گریه واقعی پر از پشیمونی و درد. بین حقحقهاش گفت منم نابود شدم سروش. دکتر گفته خیلی وقت مبتلام، نمیدونم از کی. شاید از علی، شاید از یه اشتباه. من نمیخواستم تو هم توی این آتش بسوزی. اون لحظه یه بغض سنگین گلومو گرفت. نفسم بالا نمیومد. دیگه نمیتونستم حتی ازش متنفر باشم. اونم مثل من سوخته بود، فقط با فاصله چند ماه زودتر. اما دیگه هیچ کدومم راه برگشتی نداشتیم. بلند شدم و نگاش کردم. اونم نگام کرد، چشماش پر از اشک و ترس بود. گفتم دیر شده کتایون، خیلی دیر. و بدون اینکه چیزی بگم از خونه بیرون رفتم. شب سردی بود ولی قلبم از اون سردتر بود. قدمام سنگین شده بود، انگار هر قدم یه دیگه از وجودم رو جدا می‌کرد. اون شب فهمیدم بعضی اشتباه‌ها فقط یه لحظه طول می‌کشن ولی تا آخر عمر تاوانش با آدم میمونه. بعد اون شب دیگه هیچ وقت سراغ کتایون نرفتم. نه از روی نفرت، نه از روی ترحم. فقط چون حس می‌کردم دیگه چیزی بینمون نمونده. ما دوتا شبیه دو تیکه از یه آدم شکسته بودیم که هر کدوم توی مسیر خودش داشت میپوسید. یه مدت طول کشید تا بتونم با واقعیت کنار بیام. همه چیز سخت شده بود، حتی نفس کشیدن. صبح که بیدار میشدم بدنم بیحال بود، گاهی تب میکردم، گاهی دلپیچه میگرفتم.
میرفتم درمانگاه دولتی، صف طولانی بود و کسی حاضر نبود زیاد نزدیکم بشه. اسلامو که میخوندن زمزمه وار یه عده پچ پچ میکردن. اون لحظه حس میکردم که از دنیا جدا شدم. انگار من دیگه جزو آدمای سالم نبودم. پول دوا دکتر نداشتم، به زور با یه حقوق ناچیز از کارگری توی انبار زنده بودم. کار سنگین بود، بدنم توان نداشت، ولی مجبور بودم تحمل کنم. شبا که برمیگشتم توی اتاق کوچیک و نمور میخوابیدم که صاحب خونش یه پیرزن بود. فقط چون دلش سوخته بود اجازه داده بود بمونم. یه لامپ کم نور بالای سرم بود و سقف ترک خورده. هر شب به اون سقف خیره میشدم و با خودم میگفتم به کجا رسیدی؟ اون همه رویا، اون همه عشق، حالا شدی یه لاشه خسته. بعضی شبا صدای خنده جوون از کوچه می اومد. از پنجره نگاش رو میکردم، یاد خودم میافتادم وقتی بی خیال و بی دغدغه بودم. دلم میخواست فقط یه بار دیگه مثل قبل زندگی کنم، بدون ترس، بدون پنهونکاری. ولی اون فرصت ازم گرفته شده بود. یه روز از سر کار که برگشتم رفتم نونوایی سر کوچه. یه زن اومد تو صف پشتم وایساد. صداش آشنا بود. برگشتم نگاش کردم، باورم نمیشد، مرضیه بود. اونم منو شناخت. رنگش پرید. ولی برخلاف چیزی که انتظار داشتم فرار نکرد، فقط گفت سروش، حالت چطوره؟ یه لحظه بغض گلومو گرفت. نمیدونستم چی بگم. با یه لبخند مصنوعی گفتم خوبم. سرشو پایین انداخت و گفت کاش توی زمان و مکان دیگه‌ای با هم آشنا می‌شدیم. حرفی نزدم، فقط نگاش کردم. اونم دیگه حرفی نزد. نونامونو گرفتیم و رفتیم و جدا شدیم. ولی اون دیدار کوتاه ذهنمو تا مدت‌ها درگیر کرد. نه از روی عشق، از روی دلتنگی به زندگی از دست رفته. فهمیدم زندگی یه انتقام بی‌رحمه. تو هر کاری بکنی یه روز برمیگرده سمت خودت. و من حالا دقیقاً داشتم تقاص تموم اون شبا رو پس میدادم.